سلام. خیلی وقت ولاگ نگرفتیم بریم یه دونه خوبش داشته باشیم. منتها تفاوت این با بقیه اینه که فکر نکنم بخوام یه روز دارم بذارم. فکر کنم کورس چندین هفته و اینا رو بذارم. تازه ترمم تموم شده، یه ذره گفتم که وقت داریم ببینیم که چی میتونیم بگیریم. خب الان که خواب بلند شدیم اول چیزی که دیدیم اینه. خدایی جون یه کار تولد میخوام درست کنم، خواستم ببینم میتونی برام انجامش بدی؟ خب برای جمع کردن وسایلش و ایناش باید بریم بازار ببینیم چی گیرمون میاد که چی میتونیم درست کنیم. یه دونه هم بر خودم باید درست کنم، بریم کارش بیریم. ولی فکر نکنم بازار فیلم بگیرم چون که اونجا کلن کوچه خیابونه، گوشه اینا رو میزنن، وضعیت مناسبی نداره. میریم میگیریم، بعد از پروسه درست کردنش و ایناش فیلم میگیرم. خب قبل از اینکه دوباره شروع کنم برای پخش ویدیو باید بگم که من رفتم بازار، اومدم یه مقدار 2 باکس گرفتیم، چند تا رمان اینا. بعد بقیهش رو خیلی فیلم نگرفتم تا انتهای کار، یعنی فقط انجام دادم. عکس چند تا میذارم براتون و بعدش هم میرسیم به قسمت چیدن و اینا. اونجا فیلم گرفتم میذارم براتون. درست کردن گل رومانی چیزی بود که واقعا فکر نمی‌کردم در 23 سالگی یادش بگیرم و انجامش بدم، ولی خب هم یه اسکیل تازه بود برام، هم با اینکه کلی خودم رو سوزوندم، ولی خب احساس میکنم ارزششو داشت. خب بیس باکس اینطوری در اومد. از این باکس ها 2 تاست، یه دونش مال علیه، یه دونش مال خودمه. نور پردازی داره زیرش که زیر اون گل روانی ها قایم شده. بعد میرسیم به گل. برای دسته گل خودم یه تیکه فوم خریدم، بعد گلا رو به صورت دسته چینی کردم، با سیم مفتول بستم کردم تو. و این کاغذها واقعا جا داره بگم که جهنمی بود، چون موقعی که من داشتم این کار انجام میدادم ساعت 3:30 شب بود و من داشتم ویدیو یوتیوب نگاه میکردم که چطوری این حالت 4 تایی نوکتیز رو در بیارم بخواد حالت دسته گل بشه. و واقعا من 4 تا 5 تا کاغذ مجبور شدم پاره کنم تا این جهنم درست بشه. یعنی کلی سوختم، کلی تیکه پاره شدم، چند تا کاغذ تیره خوندم، ولی آخر سرش اون چیزی که میخواستم شد. خب این استوانه یه چیز دیگه توش هست، هم باید تغییرش بدیم. استوانه رو اضافه میکنیم بعد از این و مضاف مشکی. پوشاله بنفش نبود، از این چیزای تولد گرفتیم. ببریم بریزیم این تو. بعد یه بار از روان مانندیه بریزیم. خب بعد آپدیت قرار نیست از این استفاده کنیم چون که دیگه قیچی رو زدم، بوی کثافت بلند شد داخل کل خونه. اوکی مثلا بین حد رسیدن، هم از اون گذاشتیم هم از این گذاشتیم. من بشه یه ویدیو بگیرم ازش کردیم. بعد اکتیو مشتار داخل اکتیو بنفش دادم. خب آپدیت ساعت 2 شبه. اینجا خب محیط کار منه یعنی هر اتفاقی که میافته ادیت همه چی اینجا صورت میگیره و اینا جلو چشم همیشه که ببینم چی به چیه. حالم خوب میکنه این قسمت. اصلا کلن جاییه که من بیشتر اوقاتم میگذردم. قبل از اینکه این یه تیکه ولاگ پخش بشه باید بگم که این چند روزی از اون گذشته و یه اتفاقی افتاد اصلا قرار نبود اتفاق بیفته. چرا گذاشتمش داخل ولاگ؟ چون خوشم نمیومد همش یه حالت گل و بلبل نشون بدم و دروغ باشه که آره همه چی خوب داره پیش میره و اینا. این اتفاقی بود که در توی این چند وقتی که من داشتم فیلم برداری میکردم یه اتفاق افتاد و خب گفتم بذارمش. جا داره بگم این ولاگ از کجا به کجاها که نرسید. در کل نمیدونم چند شنبه است ولی خب
درگیر نشین. بی خود الکی به کجا که نمیرسه. اصلا نمیدونم این ولاگ همه جا پخش از اینا بالاخره چون قرار بود چندین هفته را قرار بدم ولی چندین ماه شده، ولی خب اینم جزوی ازش پاک کردم. ولی خب با اینکه مسخره است یادم رفت بگم که دلیل داشت این داستان، ولی خب بازم انجامش ندید. یعنی در کل چیز بیفایده است. حالا مهم نیست کی برده، حالا من بردم، گروه باش هرچی شد اونا بردن، گروه باش. قرار نیست چیزی به هیچ کس اضافه کنم، یعنی فقط چیزی که شد. اما خب من به دلیلی انجامش دادم که یعنی مجبور شدم که ارزششو داشت. بعضی وقتا نمیشه با حرف حل و فصلش کرد، باید از چیزی که مال خودت دفاع کنی و یعنی حقت. و من از چیزی که دفاع کردم کاملا راضیم. نمیدونم کجا دوباره ولاگو میگیرم، ولی خب میگیرمش. طرز چسبوندنش رو هم بهتون عملا خواهم گفت. نکته بعدی مثلا بد بشه. پس چسبم که بهتون گفتم از اینا میگم میتونید استفاده کنید به شرط اینکه برند خوبی باشه. مثلا این ایرانی خوب نیست، وقتی که آب بهش میخوره بلند میشه. آب چسبه؟ نه اینا چسب. خب بذار رک صحبت کنیم. 6 دقیقه و 40 ثانیه کاملا چرند و مسخره. درسته فایلا گم شد، فاصله افتاد بین ضبط ها، فایلا خراب شد، همه چی با هم. و خب این استایل ولاگ گرفتن من نیست، هر دومون قبول داریم. پس بذار تغییرش بدیم. بچگی تا الان همیشه وقتی خوابم نمیبرد دستم میبردم سمت آسمون، بعد سعی میکردم چیزی که مال منه بگیرم. یا همیشه با خودم فکر میکردم که هدف من داخل این دنیا چیه، یا اصلا برای چی به دنیا اومدم، چیه که باید دستم باش پر کنم. و هیچ وقت هنوز نفهمیدم. و جالبش اینه که من دانشجو هنرم، ولی خب شاید به خاطر شرایط یا چیزی که دارم نمیتونم مثل بقیه اون نقاشیایی که باید یا اون چیزی که باید رو بکشم. شاید خیلی ها بگن هنر ندارم، ولی خب از دید من هنر فقط تو کشیدن یه چیزی با دست نیست، بلکه میتونه نحوه نشون دادن زندگی از طریق ویدیو به یه نفر باشه. و خب این هنر منه.
یه چیزی که من خیلی سعی در انجام دادنش داشتم و انجام دادم اینه که امید دادن به بقیه برای اینکه جلوتر مسیر خوب میشه و حقیقت هم همینه. اما خب بعضی وقتا همه چیز اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره و قشنگی زندگی و همینه و بعضی وقتا مجبور میشیم که چیزی که ازش متنفریم رو کنار خودمون نگه داریم و عزیزترین چیزی که بخشی از وجودمون رو پس بزنیم، چون موقعیت اینطور حکم میکنه و این واقعا تلخه، ولی خب بخشی از زندگیه و زخم خوردن و در کل افسردگی و یا قسمت‌های بد زندگی چیزهایی هستند که در کل ما رو شکل میدن. اما خب در برخی از این موارد همه ما نیاز به استراحت داریم و هیچ شرمی در این نیست و الان برای من یه دونه از همون مواقع است که باید استراحت کنم، چون نیاز دارم بهش. نمیدونم تا به حال اینو گفتم یا نه، ولی خب چند وقتی خیلی از پروانه خوشم میاد. نمیدونم چرا، فقط میدونم خوشم میاد. خواستم بگم جالبیش اینه که حتی منی که این همه دنبال جواب این سوال گشتم که چرا اینجام و برای چی به دنیا آمدم، هم با این همه دانشی که به دست آوردم نمیدونم چی میخواد بشه، چه اتفاقی قرار بیفته، چه اتفاقی قرار نیست بیفته و این واقعا هم ترسناکه هم جالبه. ولی خب میتونم بگم که من هنوز دارم میگردم و تنها چیزی که تا الان فهمیدم اینه که باید به خودمون تبریک بگیم بابت مسیری که تا اینجا اومدیم، هم من هم شما، و اینکه این دنیا واقعا اون چیز قشنگی که تو مهد کودکی برامون تصور میکردن نیست. همون موقع که میگفتن تو میخوای چی کاره بشی، یکی میگفت پلیس، یکی میگفت چیز، بزرگ رویاهاشونو میگفتن. این دنیا دقیقا همون جایی که فکر میکنی بردی میزنه نابودت میکنه و دقیقا همین کاری بود که با من کرد. من فکر میکردم که بعد از سالها نور رو پیدا کردم، ولی خب در اوج خوشحالی فهمیدم که همش رویایی بیش نبوده و خاطره میشه دیگه. در کل یه هفته ای نیستم، ولی خب از اون جایی که میدونم، چون آخرین ویدیویی که گذاشتم، حالا بعد اینم میذارمش، آخرین کلیپ، تو قرار ملت دوباره بریزم بگن که آره نکنه میخوای بلای سر خود بیاری یا چیزی. نه، همچین قصدی ندارم، ولی خب یه مقدار نیاز به استراحت دارم چون واقعا خستم. و در آخر الان یه چیزایی داری که درکش نمی کنی، بزرگ میشی میفهمی. بیشترم، پس باید
باشید.